نیومدن تو کشید چقدر منتظره، چقدر دقایق برای آدم چیز میگذره. موقع نمیاد، ساعت خوابیده. نه خوابیده. سلام، تهمینه هستم با یه برنامه دیگه از شهروند خاص، مهمون قلباتونیم. مهمون امروز رو خیلی خیلی بی‌صبرانه منتظرم ببینمش. زنگ در، فکر کنم اومدن. بریم ببینیم مهمونمون کیه. هر روزمون یه جشن با شهروند خاص، خاطره هامون زنده میشه با مهمان خاص. شهروند خاص، شهروند خاص. وقتی منتظر یک مهمان عزیز هستی، ثانیه ها برات مثل ساعت ها میگذره. بالاخره مهمون عزیز امروز برنامه ما هم رسیدن. استاد فرامرز دعایی عزیز، خیلی خوش آمدید. مرسی. خیلی خوش خیلی آمدید. ممنونم. قدم رنجه کردید. مرسی. خیلی خوشحالیم که شما رو اینجا در کنار خودمون داریم. زنده باشید. مرسی. یه معرفی بی زحمت از خودتون داشته باشید. باشه، من خیلی خودم از این برنامه ها خودم معرفی کردم و خیلی چیزا رو که دارم میگم شاید گفته باشم، ولی با همه توضیحات بازم میگم، اشکال نداره. من فرامرز دعایی هستم، اهل لشت‌نشا هستم. بسیار خوشبختم. خوانندگی رو از سال 1343 خوندم. 1343 1344. چند ساله بودید استاد خوانندگی؟ 15 سال 15 سالگی. خیلی 15 هم سال عالی. نیم 15 سال نیم 16 سال بودم که خوندم. شروع کردم رادیو و تلویزیون وجود نداشت. موقع تلویزیون گیلان نبود. بله. رادیو فقط بود. از رادیو میخوندیم. بعد کم کم یه آهنگ داشتم، کاش که اون نگفتیم این ناز میره، این آهنگ داشتم بخوندم. من گفتن که شما میتونید اینو برید تو تلویزیون بخونید، چون تلویزیون داره افتتاح میشه و گیرنده دیگه همه جا میگیره، گیرنده میگیره، هم صدای شما رو دارن، هم تصویر هم صدا رو میگیره. ما هم رفتیم این آهنگو همونجا خوندیم و کم کم شروع شد. تلویزیون اومد میدون و هم تصویر بود هم صدا. بله. بسیار عالی. خیلی هم عالی. چی شد که اصلا وارد فضای موسیقی شدید استاد؟ دکتر تد، مرکز استعدادیابی و پرورش استعداد مخصوص کودکان. من پدرم آموزخوان بود. بله. بعد تو کار موسیقی دست داشت، ردیفا رو میشناخت، دستگاه رو میشناخت، آواها رو میشناخت، میخوند. من از کوچیکی بچه بودم، 5 سالم بود 6 سالم بود میخوندم. منم برای خودم آهنگ میخوندم، از رادیو گوش میکردم، مال پوران، مال الهه، مال مرزیه، مال اینا رو میخوندم. یه جورایی پس استاد شما پدر بودن؟ بله. داستانی هست پشت اولین آهنگی که خوندی؟ آره، یه آهنگی من خوندم به اسم شکایت. یه رفیقی داشتم، دوست دخترش داشت عروسی میکرد، اومد من گفت گریه کنم، من گفت که دختر نامزدم داره ازدواج میکنه فلان، تو یه دونه آهنگ درست کن، بذار یه دونه آهنگ درست کن بخون، داستان زندگی منو چیز کن. آخه منم گفتم باشه. یه دونه شعر ساختم به اسم شکایت. بعد اینو خوندم که خیلی خوشحال شد. دست شما هم درد نکنه. مرسی، ممنون. بیشترین اثر رو در زمینه هنری چه کسی روی شما داشته توی زندگیتون؟ اول خانواده‌ام. بله. قطعا پدر بزرگوارتون. پدرم، برادرام، ما 7 نفر بودیم، 5 تا برادر بودیم،
2 تا خواهر، 7 نفر بودیم. خانواده‌ام تاثیر گذاشت رو من خواننده شدم. ویولونم میزنم، گاهو داری برای خودم. ویولونم میزنم. پدرم موقع ویولون گرفت من یاد بگیرم. چقدر عالی، چقدر عالی. خلاصه همینجوری دیگه بگم که دیگه خانواده‌ام، دوستام، رفیقام، بچه‌های خوب لشتمشا تاثیرگذار بودن رو من. روی کارهای رو شما کارهای من تاثیرگذار بودن. من بخونم. بسیار عالی. یه خاطره جالب و شیرین دارید در مورد کارهاتون برای ما تعریف کنید؟ یه خاطره بگم. من گفتم ویولون میزدم. آقای پوررضا روح شاد، آقای پوررضا پومن برنامه داشت و من ویولون رو برداشتم که برم با ایشون بزنم. من بزنم ایشون بخونم. لشتنوشا که آمدیم، ویولون دستم، آقای پوررضا جلو، من پشت سرش داشتم میرفتم. یه میوه فروشی بود اونجا، میوه فروشی بود. بعد انگور آورده بود، انگور زنبورم روش نشسته بود زیاد. من بدون اینکه بدون چیکار دارم میکنم دستم بردم یه ذره انگور با این دست چپم انگور رو یه دونه بردارم بزنم تو دهنم، یه زنبور نیش زد. ای بابا. زنبور نیش زد، دستم باد کرد دیگه نتونستم با آقای پروژه بزنم. آخه من تماشاچی شدم. پروژه با یه نوازنده دیگه برنامه‌اش اجرا کرد. من دستم چون باد کرده بود دیگه نمیتونستم بزنم. فقط تماشا کردم. جالب، خیلی عالی. از کی الهام میگیرید استاد تو کاراتون؟ اول از خودم الهام میگیرم، بعد از دنیا، از تمام دنیا، از همه آدمای دنیا الهام میگیرم. چقدر جالب، خیلی عالی. خواننده مورد علاقتون کیه؟ چه حالا اون موقع که فرمودید حالا بعضی از خواننده ها رو، چه حالا خب خیلی خواننده داریم اومدن. اونی که مورد علاقه شماست؟ مورد علاقه من داریوش بود، ابی بود، مرزیه بود، الهه بود و خیلی ها بودن. پوران بود، خیلی ها بودن. رویا بود، رامش بود و از جدیدی ها؟ و از جدیدی ها دیگه همین دیگه داریوش و اینا رو چیز اینا تو خاطرتون هست. بله. بهترین کاری که خوندید به نظر خودتون کدوم کاره؟ بهترین کارم، همه کارامو دوست دارم. بله قطعا همینطور. بعضی کارام هست که چرا خوندم، ای کاش نمیخوندم. یکی دو تا از این کارها دارم که ای کاش نمیخوندم. مثل کدوم ولی کار؟ اسم نمیبرم. دوست ندارید نه اسمش؟ ولی خب بیامرا یاری بودن دیگه خیلی مردم دوست دارن. دوست دارن. بله. اینا هم خودتون هم همینطور؟ خودم هم همینطور. کار خاصتونه، خیلی دوست دارید این کار. مرسی. سلیقه موسیقی شما بیشتر چه سبکی؟ دوست دارید پاپ بخونید، سنتی من بخونید؟ پاپ سنتی میخونم. ترکیب هر دو تا سبک رو اجرا پاپ میکنید سنتی میخونم و بیشتر گیلکی، فارسی؟ گیلکی میخونم. همه گیلکی؟ یکی دو تا هم فارسی خوندم. فارسی هم 2 تا فارسی خوندم. ولی بیشتر گیلکی دوست بیشتر دارید؟ گیلکی دوست دارم. آره درست. خوندم. دوست دارید تو حوزه حرفه‌ای با چه کسی رقابت کنید؟ رقابت خوبه. من چجوری بگم، چون کارهای من تاپ بوده، کارهای من مخصوص خودم بوده، کارهای من مخصوص یک عده از آدمای روی زمین بوده. من آهنگامو دوست دارم. رقابت با کسی نداشتم. درست. من میخوندم، اونا هم میخوندم، خوب میخوندن، خوب بود، بد میخوندن، بد بود. واسه دیگه اینجوریه دیگه. خواننده که همه آهنگاشون درست. عالی نیست. آهنگاتون مختص خودتون بود دیگه؟ بله آهنگا رو من خودم می‌نوشتم، شعرم خودم میگفتم، تنظیمم خودم میکردم و میخوندم. بودن که تنظیم کردن آهنگای منو. درست. مثل آقای لیسانلو، یک دو تا آهنگامو تنظیم کرد. همه آهنگامو خودم موقع کوچولو بودم، جوان بودم
خودتون تنظیم نوجوان می‌کرد. بودم ما خودم تنظیم میکردم. بسیار عالی، بسیار عالی. آیا کاری هست که تولید کردید و یه جورایی برگرفته از زندگی شخصی خودتونه اون کار؟ تمام آهنگام از زندگی خودم، درست. هرچی خوندم اول از من خودم شروع میشه، بعد مثل من پیدا میشه دیگه، مثل من پیدا میشه. کدوم کارتون هست که شما رو یاد زندگی خودتون میندازه، خصوصی خودتون، نه همه مردم؟ مثلا کاری خونده باشید که وقتی میخونید یه دونه یاد خوندم زندگی زکی خودتون. جان، درست. زکی جان نصیحت، زکی جان نصیحت، درست. اینا رو که میخونم یاد خودتون میفته. یاد خودم میفتم، حتی شاید منقلب میشم. آخه درسته، یاد زندگی خصوصی خودتون میفته. بله. آیا شده آهنگی رو از کسی کپی کنید یا کپی همه نه. مال خودتونه؟ همه مال خودم بوده، درست. کسی کپی نکردم. دوست نمی‌کنم. ندارید دوست اصلا؟ ندارم کپی کنم. درست. درست. اگه خواسته باشم بخونم میرم بهش میگم این آهنگی بده من میخوام بخونم. درست. دیگه کپی دیگه چه کپی آفرین. نمی‌کنم. آفرین. درست. الان کاری در دست ساخت داری؟ والا یه آهنگ دارم بچه‌ها میگن نخون، میگه بخون، میگه نخون، میگه بخون. من راجع به قاچاقچی یه شعر دارم ساختم، اگه بچه‌ها بذارن دوستان من بذارن من اینو میخونم، من دوست دارم بخونم، چون به هر حال منم تو ردیف قاچاق و قاچاقچی و اعتیاد و اینا من خودم خب به هر حال افتاده بودم تو این کارا، بله بله. افتاده بودم تو این کارا. تو حوزه اجتماعی میشه دیگه. آره. شعر. بعد من این آهنگ قاچاقچی رو اگه بچه‌ها بذارن میخونم. ما هم دوست داریم که اجازه بدن شما بخونید استاد، مرسی. ما فیض ببریم. مرسی. استاد یه هنرمند گیلانی به ما معرفی کنید که دلتون میخواد مهمان بعدی برنامه ما باشن. والا الان باور میکنی اسامی بچه‌ها رو که میخوام یاد بیارم نمیتونم یاد به بیارم، خاطرتون نیست. اصلا درست. تو خاطر تو ذهنم نمیاد به اینا رو بگم، ولی خیلی هستن جوونم هستن میخونن. دوست دارید که مهمان برنامه ما آره باشن. جوونا رو چیز کنید، انشالله. بیارید انشالله. صحبت با کنید امید. باهاشون، حتما. بذار ایشون اونا رویه بگیرن و چشم. آهنگ حتما. اجرا کنن براشون. مرسی از توصیه قشنگتون. مرسی. ممنونم. اگه حرف نگفته ای دارید بفرمایید. حرف نگفته که یه عالم حرف نگفته دارم، ما در خدمت شما هستیم، میشنویم با گوش جان. ولی بفرمایید. هر حرفی رو نمیشه گفت. هر کدومو که میتونید تمایل دارید ما در خدمت شما هست. بفرمایید. حرفم اینه که دوست دارم سنم خوب بره بالا، دوست دارم بازم بتونم بخونم، دوست دارم باز آهنگ بسازم و اجرا کنم. خیلی عالی. ما هم این آرزو رو برای شما داریم استاد بزرگوار. دلمون میخواد حالا ها برای ما بخونید. مرسی، خیلی ممنون. تا استادی استراحتی میکنن و یه پذیرایی مختصری میشن، ما هم یه استراحتی میکنیم، میریم سراغ قسمت دوم برنامه. مرسی. مرسی. چایی؟ دکتر تد مرکز استعدادیابی و پرورش استعداد مخصوص کودکان. برای پیغام که غایت یاری مرا لکن جان بینما غاری نبود ازم، چرا از من دیر گیری، چرا از من دیر گیری، من گناهی نرمم به خدا من تیشم یار بیم دیر دارم، چرا از من دیر گیری، چرا از من دیر گیری. اینجا رسانه گیلسانگ، برنامه شهروند خاص. ادامه میدیم برنامه رو با مهمان گرانقدرمون استاد دایی عزیز. مجدداً خوش آمدید استاد بزرگوار. مرسی. استاد بفرمایید، فقط توی حوزه خوانندگی فعالیت میکنید یا تو حوزه‌های دیگه هم دستی بر آتش دارید؟ عرض کردم ساز، آواز، بله. ساز و آواز من
بیشتر ساز و آواز. ساز و آواز خوندم. درست. اگه قرار باشه خودتون رو به شخصی که ترانه‌تون رو شنیده ولی شما رو نمیشناسه و ندیده معرفی کنید، با کدام آهنگ خودتون رو معرفی میکنید؟ همه آهنگام من فکر کنم مال مردم قدیم با اونایی که سنشون بالاست. من خودم رو هول دادم تو، با همه خاطراتم خودم رو هول دادم تو مردم گیلان. برای همین خواستار آهنگای من هستن. بله من دوست دارم. دقیقا همینطوره. سوال بعدی من دقیقا همین بود، چون خیلی از پدر مادرها به شدت طرفدار شما. زنه گیره بانه زنه میم رچانه اون دشمنه میجانه پیرانینم دیدم گشوار خیه دیدم گشوار اینم دسمان خیه ایتا اینم ایتا خیه ننم کی من کده هبی میرم تی نامره گل مریم تی قشنگ نامره گل مریم عاشق گفتیم تی ناز مره باید آخشی بگم میاد دیلم عشق خیر. یا همین چیزو گرم خوندم. خیلی قشنگ بود، خیلی عالی بود. گیل دختر چی بود؟ الان خوندم، با هم خوندیم. پیغام یا پیغام. اصلا کلا همه آهنگای من خاطر انگیزه برای دقیقاً همینطوره. همین. پدر مادران به شدت طرفدار شما هستند. مرسی، خیلی ممنون. چه کردید با دل پدر مادرم استاد؟ من خودم دلمو دادم به اینا دیگه. عزیزم دل دادم به همه ایرانی‌ها و خوندم. خیلی هم عالی. برای همین ماندگار هستید توی خاطره ها و تو قلب همه مردم. خیلی ممنون. خیلی ممنونم از شما استاد گرانقدر. خیلی ممنون که تشریف آوردید، بزرگواری کردید. اگر تمایل دارید ما در خدمت شما هستیم با هر آهنگی که دوست دارید. مرسی. نه خیلی خوب بود، عالی بود، خسته نباشید. بزرگواری. امیدوارم که همیشه موفق باشید. متشکرم. زندگیتون و خیلی خوب، خیلی عالی. متشکرم. مرسی استاد بزرگوار. ما میخوایم از طرف رسانه گیلسانگ و برنامه شهروند خاص به شما یک هدیه کوچولو بدیم و اونم اینه که هر کدوم از ترانه هاتون رو که دوست دارید تشریف بیارید استودیوی برنامه ما، اونجا اجرا بکنید. انشالله. متشکرم. خیلی لطف کردید. ممنونم. خواهش می‌کنم. یک برنامه دیگه به اتمام رسید. خیلی خوشحالم از حضور این مهمان بزرگوار و گرانقدر. انشاءالله بتونیم در برنامه‌های آینده در خدمت عزیزان دیگر باشیم. رسه او روز که منم نو خبری که گله فتور کما